سلام. امروز قراره که با هم دیگه یکم صحبت کنیم و شما راجع به من بیشتر بدونین. چند روز پیش یه دونه از این باکس ها گذاشتم، کوئسچن باکس ها توی اینستاگرام که سوالایی که دارید و ازم بپرسید. بیشتریاتون اصلا می‌خواستین بدونید من چند سالمه. گفتم که بیام اینجا سوالاتتون جواب بدم. از بیوگرافی شروع میکنیم. بچه‌ها من اسمم یاسمنه. ببخشید. من اسمم یاسمنه، 24 سالمه، 23 سالمه، ماه دیگه 24 سالم میشه. همین الان خودم 24 ساله حساب میکنم. چرا؟ اسفندیم و متولد 79 هم. اصلیتم شمالیه، دارم به این نگاه میکنم. اصلیتم شمالیه ولی تهران بزرگ شدم. وقتی که لیسانسم تموم شد اومدم انگلیس. خب رشته تحصیلیم، من توی دبیرستان زیست شناسی خوندم، علوم تجربی بود رشتم. بعد که رفتم دانشگاه علوم تحقیقات، اونجا علوم و مهندسی محیط زیست خوندم. وقتی درسم تموم شد اومدم اینجا. کلنم دانشگاه زیاد نرفتم، دوران لیسانسم با کرونا همراه شد اون اتفاقات. کلن شاید 1.5 سال رفتم دانشگاه. کلن دانشگاه بسته شد. بعد اینکه درسم تموم شد خیلی یهویی تصمیم گرفتم که بیام اینجا، بیام انگلیس. ریدینگ رو انتخاب کردم و الان یه حدوداً 6 ماه میشه که درسم تموم شده. اینجام که اومدم رشته ساختمان سبز، شهر سبز، اسمش یکم زیاده اگه بخوام اسمشو بگم، Master of Science Design and Management of Sustainable Built Environment. هر کسی اینجا میپرسه اینطوری میشه چی؟ یه بار واسه اینترویو رفته بودم برای اینکه بهم کار بدن. بعد کارش تو کافی شاپ بود. از کل این چیزی که من گفتم آقایی که داشت ازم اینترویو میکرد نوشت ساینس. خلاصه که آره، دارم راجع به ساختمونایی که از لحاظ انرژی سبزن، از لحاظ همه چی، کلا محیط سبز، ساختمان پایدار، ساختمان سبز، محیط پایدار، شهرسازی پایدار، چون رشتم طراحی و مدیریتشه، همه اینا رو در بر میگیره. و همینطور انرژی تجدیدپذیر که نصف درسمون کلا راجع به انرژی تجدیدپذیر بود. این از رشته‌ای که اینجا خوندمه. سوال بعدی که پرسیدید چی شد مهاجرت کردی؟ واقعیت من از بچگی عاشق، امیدوارم که من اتاقم روبروی جاده اصلیه، امیدوارم که صدای ماشین اذیتتون نکنه. دلیل اینکه مهاجرت کردم، من کلا بچگی عاشق مسافرت بودم. یعنی کلا همیشه تنها دلیلی که نمره‌ام خوب میگرفتم این بود که بابا میگفت اگه نمره‌ت خوب بشی مثلا میفرستمت اینجا، برو اونجا، برو اینجا. انقدر مسافرت رو دوست داشتم. همیشه فکر میکردم که خب 20 سال یه جا زندگی کردن کافیه و وقتشه که برم یه فرهنگ دیگه رو کلا پیدا کنم، جستجو کنم، با آدمای مختلف آشنا بشم، راجع به چیزای مختلف، غذاهای مختلف. کلا دوست داشتم تنوع رو. دلم میخواست که کلا حتی زندگی ایدئالم همیشه تو ذهنم این بود که هر سال یک کشور زندگی کنم و سال بعدش برم جاهای مختلف. درشه مهاجرتم خیلی یهویی شد واقعیتش. همیشه به مسافرت فکر میکردم اما اینکه کامل برم یه جا فکر نمیکردم. چند وقت پیج زدم و چی شد که شروع به فعالیت کردم. بچه ها من خیلی وقته که پیج اینستاگرام دارم. این پیجی که الان دارم از سال 2016 فعالیت کردم، ولی قبل از اونم من پیج داشتم. حدوداً فکر کنم دوم راهنمایی بودم. یکی از دوستام از مالزی اومده بود ایران، بعد بهم گفتش که یاسمن یه اپلیکیشن هست اسمش اینستاگرام، خیلی خفن‌تر از فیسبوکه، بیا اونو نصب کن. بعد من که اونو نصب کردم هیچ کس اینستاگرام نداشت، یعنی هیچ نفر، یعنی کلا هیچ ایرانی تو اینستاگرام نبود. بعد
فکر کنم سال 2013 2014 بود، اون اولی بود که اینستاگرام اومد کلا. من شروع کردم نصب کردنش و پست گذاشتن. اون موقع خیلی از مخاطبینم هندی بودن، یعنی همون اولش کلی فالوور شروع کردن فالوم کردن. 20,000 تا 22,000 تا فالوور داشتم، هندی بودن بیشترشون و البته ایرانی. بعدن که اومدم مثلا دوستامون تو مدرسه میرن فالو میکردن، من پیج رو بستم به خاطر درس خوندن و اینا. این پیجم که دارم از سال 2016 نمیخواستم توش فعالیت حالا به خصوصی بکنم، هرچند یه بار عکاسی میکردم من قدیما از عکسایی که از طبیعت و جایی که میرفتم میگرفتم میذاشتم تو پیجم، ولی اصلا مخاطبی نداشتم، فقط مثلا 20 نفر لایک میکردن. رفته همینطوری بیشتر شد تا 2 سال پیش یکی از پستام رفت اکسپلور، که پستم توی رستوران داشتم ماکارونی میخوردم، هیچ کاری نمیکردم، چرا رفت تو اکسپلور. و جدیدنم یکی دیگه از پستام رفت اکسپلور که جلوی یکی از کلیساها داشتم میرقصیدم. کلیسا نبود، یه بنای تاریخی خیلی قدیمی تو لندن بود، هوا داشت بارون میومد و حالا مهم نیست. آره این 2 تا پستم خیلی یهویی رفتن تو اکسپلور و منو دیدن. من قبلش همینطوری فعالیت عادی خودم رو داشتم، همیشه خوشم میومد از پست گذاشتن و زندگیمو به اشتراک گذاشتن، ولی نمیخواستم حالا فعالیت خاصی داشته باشم، فقط همینطوری به عنوان سرگرمی میذاشتم. و چون 2 تا از پستا رفت اکسپلور دیگه مثلا یکم فالوم کردن. تعریفت از موفقیت چیه؟ که از سوالی که پرسیدین. یه همسایه‌مون آشغالش رو انداخت جلوی خونه، صدا اومد. تعریفم از موفقیت به نظرم اگه از کاری که انجام میدی خوشحال باشی و هر چی که یاد گرفته باشی و بتونی تو زندگی جاریت 50% استفاده کنی و بتونی به بقیه هم کمک کنی و چیزایی که یاد گرفتی و به بقیه هم اگه دوست دارن یاد بدی، به نظرم که موفقی. زبان انگلیسی رو از چند سالگی یاد گرفتی و بهترین روشش؟ واقعیت من از بچگی میرفتم کلاس زبان، ولی هیچ وقت زبان انگلیسی نمیخوندم. فکر کنم تو محیط قرار دادن بهترین حالت باشه. تو محیط نه اینکه مثلا بیای خارج و اینا، نه، مثلا همین که داری کار مثلا آشپزی میکنی آهنگ انگلیسی گوش بدی، فیلم میخوای ببینی آهنگ انگلیسی گوش بدی. کلا سعی کنی که زندگی تو یه خورده هر چی که میشنوی انگلیسی باشه. این باعث میشه که زبان یاد بگیری، حالا نه تنها زبان انگلیسی بلکه تمام زبان ها. و آره دیگه منم رفته یاد گرفتم، اینطوری یهو چشام باز کردم بعد چند سال دیدم من میتونم زبان انگلیسی صحبت کنم. آره چیزی نبود که براش تلاش کنم. یکی دیگه از سوالی که پرسیدین خودت رو دوست داری؟ وقتایی پیش میاد که خیلی حالم بده، خیلی داونم، ولی در آخر روز فکر کنم خودم رو دوست داشته باشم، به خاطر خودم، به خاطر اول از همه به خاطر خودم، دوم از همه به خاطر خانواده و تمام کسایی که بهم عشق می‌ورزن. و هر وقت که حالم بده به یادم میافتم که برای اینکه من اینجا باشم، برای اینکه به اینجا برسم، چقدر خانواده‌ام زحمت کشیدن، چقدر خودم زحمت کشیدم و سعی میکنم که حالم خوب بشه. ولی هست روزایی که واقعا آدم حالش خیلی بده، حتی نمیتونه از رخت خوابش بیاد پایین، همه این روزا رو دارن، ولی در آخر خودم رو دوست دارم. عجیب ترین چیزی که تجربه کردی؟ این یه سوال سختیه، من چیز عجیبی تجربه نکردم. عجیب ترین چیزی که تجربه کردم، یه بار خواستم، من از مار خیلی میترسم، یه بار خواستم به این ترسم غلبه کنم و گفتم که امروز این روزه
رفته بودیم ویتنام. یه مار خیلی بزرگی توی تورمون بود، اون بخشی که داشتم بهمون نشون میدادن. حالا یه جایی رفته بودیم نمیدونم، ولی تو سبک زندگی ویتنامیا رفته بودیم. فکر کنم تولیدر ما رو برده بود تو باغش و از باغش داشتن کسب درآمد میکردن، مثلا سوله داشتن، غذاشون رو همونطوری درست میکردن بهمون نشون میدادن، تست میکردیم. اونجا یک ماری بود، یک مار توی قفس خیلی بزرگ نزدیک خلیج مکونگ. بعد من انقدر اون روز حالم خوب بود گفتم که من میخوام بترسم غلبه کنم و این ماره رو بذارم رو گردنم، چون میذاشتی رو گردنت عکس میگرفتی. یعنی همه این کارو میکردن اونه که میخواستن. به محض اینکه نزدیک شدم و خواستن که ما رو بذارن رو گردنم، من از هوش رفتم. یکی از عجیبترین چیزی بود که تجربه کردم، چون یه حسی همراه با قبلش انقدر آدرنالین بدنم بالا بود که خوشحال بودم، میخواستم که یه کار هیجان انگیز بکنم، میخواستم بترسم غلبه کنم. هم میترسیدم هم خوشحال بودم از اینکه قراره بهش غلبه کنم. اصلا یه حس خیلی عجیب، کریپی، وحشتناکی بود و در نهایت هم بیهوش شدم. آره این خاطره همیشه به عنوان خاطره عجیب تو ذهن منه. عاشق شدی و دوست پسر داری؟ بله جفتش. آره. به نظرتون ویدیو رو مام بابا میبینن؟ آره دیگه. میریم سراغ سوال بعدی. منبع درآمدی. وقتی که اومدم اینجا اولین کارم رو پیدا کردم که کارم رو میدونید تو ویدیوی قبلی گفتم، اگه ندیدین میتونید برین. راجع به درآمدم صحبت کردم. باریستا هستم و بارتندر، هم توی بار کار میکنم هم توی کافی شاپ و یه مجموعه سینماییه که آره بلیت مجانی هم داریم 100 تا سالی. کدوم کشور رو از همه بیشتر دوست داری؟ سوال سختیه. احساس میکنم که 2 hours later از بین کشورهایی که رفتم روسیه رو دوست دارم. از بین کشورهایی که نرفتم و دلم میخواد برم و دوستشون دارم کوباست. نپرسین چرا، ولی کوبا خیلی دوست دارم برم. اهدافت چیه؟ این یک سوال چالشیه. من همیشه تو زندگیم یه هدف کوتاه مدت دارم و یه هدف بلند مدت دارم و هدف‌ها معمولا تغییر میکنن. یعنی هدف کوتاه مدت اون هدفیه که سعی میکنم بهش برسم، ولی در انتها همیشه نگاه میکنم اون هدف بزرگترمه. ولی هدفام اینطوری نیستن که نه من باید به این هدف برسم، چون بعضی وقتا دلم یه چیزی رو میخواد، بعضی وقتا دلم چیز دیگه رو میخواد. در نتیجه هدفام معمولا تغییر میکنن، ولی در نهایت اون چیزی که من خوشحال میکنه هدفم قرار میگیره. درونگرایی یا برونگرا؟ یه تست دادم چند وقت پیش، نوشته بود که 51% برونگرام، 49% درونگرام. الان 50-50 دیگه خودتون بدونید. این سوالاتی بود که توی این پرسش و پاسخ اومدم جواب دادم. اگه دوست داشتین چیز دیگه یا بدونین ازم بپرسین پایین توی کامنت. و اینکه مرسی که اومدین به چنلم و این ویدیو رو نگاه کردین. خدافظ.